یک دو سه چهار ایرا پسی گفتار تیار شده برای نازو از کتی زن دیابلو کلتان بگوین که وا 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 کسی نازو شده بود واز دردشان شده دوا داخل پالتاک میزنه جرقار فراوان کسی کده دا پالتاک لیلار میخرش هر کس از دل جان پولیس $40 داده بود ده امریکا. نازو از بیرار کسمیت فراوان برای هر کسی هر فردی افغان یه پایکوتا میورداری زنیت یا کس کنم دیگان 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 نازو روان کرد مینه را برای افغان جانی پیشش برای میمونی مینه آمده بود داشت خوب سینه افغان جانی گرفته بود میچوشید سینه دل مینه هیچ نمانه کینه مینه را برده تشناب سرش انداخت 100 لاب حالی خود دادش خواب یه پایکوتا میورداری زنیت یا کس کنم دیگان پایکوتا میورداری زنیت یا کس کنم دیگان یه داخل پالتاک نازو آمد باز کرد یک دانه روم همون روز داخل شدم داخل روم دیابلو را کدم کن نازو را کدم کس چیقا مقبول کار لکس نداشتم کدام موتر کروزین نداشتم کدام موتر لکس داشتم یک موتر فلکس و بسیتی پشت سر نازو را کدم کس یه پایکوتا میورداری زنیت یا کس کنم دیگان پایکوتا میورداری زنیت یا کس کنم دیگان نازو کیری ما گرفته بود دان میچوشید خودم مانده بودم ایران بریم نمانده بود جان کلشی چوشیده بود نازو جان هوا کش کرده دان و پای بچوشه و میدیگان کولا و فانتا و اسپرایت روان و برقم او کیریم دان نازو بود روان پایکوتا میورداری زنیت یا کس کنم دیگان آمدم داخل روم پایکوتا بود جگر خون نازو را زده بود چند دفعه زنگ نازو نداره کدام کاسه تنگ مگر داشت خوب یک تونی تنگ ما گایده بودم روان زنگای تلفن بود پشت سرش نازو چالان کلش تلفن های دیابلو بود که زن خودم میپالید برادر رای جان ما کاس کده بودم روان یه پایکوتا میورداری زنیت یا کس کنم دیگان میورداری زنیت یا کسش کنم دیگان یه